چو بهار می بیایم همه گل همه ترانه، به تو چهره می نمایم همه گل همه ترانه. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما. من امروز در یکی از روزهای بهاری که سرسبز و خرم است، تمام روی عالم، تمام روی زمین با کرپه های سبزی خود را بالا برداشتند که امروز با چنین آب و هوایی، با چنین باد و هوای تازه، امروز ما مهمان خانواده هیدک شدیم که امروز در این روزهای اولین بهاری، در این خیلی بزم‌های زیبا، در آمدی نوروز عجم، امروز پدر مهربان جشن 6 سالگی خود را، جشن یوبیله خود را در اطراف دوستان و نزدیکان نزدیک کرده جشن گرفته ایستادند و البته می‌خواهیم از نام دامادشان سمندرکه، از نام دخترشان نشانه‌ای تبریک گوییم و آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کنیم. مانند هر روزه با ما باشید، با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، السلام علیکم احمد جان ها، السلام علیکم مادران مهربان. روز خوش و خوب داشته باشید. امروز در این یکی از روزهای بهاری، در آمدی نوروز عجم، در یکی از باد و هوای تازه فارم کوهستانی، فهمیدیم که در این خاندان زیبا، در این خاندان پر از نور و پر از دوستان روز زادروز بوده است. روز زادروز احمد جان عزیز حیاتمک امروز نو جشن 16 ساله شده نو در اطراف دوستان و نزدیکان این خیلی دسترخوان پر از ناز و نعمت را سرجم کردیم. البته به نزدشان رخساره خاله را تکلیف میکنیم. مرحمت رخسارایتی شما را به نزد احمد جان عزیز تکلیف میکنیم. اگر بیماران باشید اگر نزدیکتر میمدید مرحمت. حیاتمک امروز زادروز مبارک، مولود خجسته‌تان را صمیمانه مبارکباد میگوییم. امروز شما را تبریک کنی آمدیم. از نام کی؟ از نام علی ولا. البته از نام فرزندان، از نام نزدیکان، از نام دامادتان سمندرکه، از نام نشانه‌هایتی می‌خواهیم شما تبریک گوییم. گفتم که برای پدرم چقدر شعر خواندید می‌ارزم. پدر عزیزی من امروز زادروزشان هست. امروز برای ما شاهستون طلایی خاندان ما، امروز برای ما در یک خاندان ما روز خرسندی است. السلام علیکم. باید کنی آمشون با؟ رخساره خاله امروز خانداناتون ما فهمیده آمدیم. از همین جا برای ما گفتن که در این خاندان پر از نور، در این خاندان پر از شکوه امروز زادروز است. امروز پدر عزیزی ما، تاج سری طلایی ما امروز زادروز دارند. میخواهیم حیاتمک را تبریک گوییم. در دل چقدر نیت‌های نیکی که دارید عملی کرده. میخواهیم عمر درازی سعدیانه را، کیفیت خوششقشقی خیامانه را برای شما خواهشمندیم. مبارک باشد. مرحمت. مبارک باشد. حیاتمک چخلی که رخساره خاله حاضر فرزندان گفتم که پدر در زندگی ما مانند یک آفتابی زندگی هستند. همچون شمع و آفتاب حیات ما را روشن میکنند. در تنگی ها برای ما وسیقی هستند. در آن جایی که ما آمده جای راهی حل را نیابیم، با همین مصلحت های پدر هم از آن جای ها میبراییم. در آن جایی که تنگی هست، در آن جایی که تشنگی است، برای ما همچو دریا هستند پدرم و رحمت میگویم. من فخر میکنم که فرزند این خیل پدر، فرزند این خیل مادر هستم. از بودنشان من میفخرم، چون که از خوردی ما رو از هیچ کس کم نکردن، از همه زیاد کردن، مهنتی حلال کردن، مهنتی سیاه کردن، زحمت ها کشیدن، رحمت برایشان. ما تا هستی و ما تاجی سر کرده میگردیم. چقدر دوست میداریم که زبان عاجز است و لال است برای این گفتنی های ما را رساندن و برای پدرم رسانید که پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است. اگر خرسند کند ما را هماندان چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم،
نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم. پدر رهبان انسان است، چو شم تا روز فریزان است. دل افروزی ترنم‌ها پدر جان است، پدر جان است. امروز برای پدرم رسانید که ای پدر جان، در وقتی پیر شدگیتان خاک پایت می شوم. وقتی پیری من عصایت می شوم. با همه دار و نداری زندگی روی حوله کفش پایت می شوم. چقدر که خدمت باشد ما تیار، چقدر که زحمت کشیدن در کار باشد ما تیار هستیم. برای پدر و مادرم همیشه خدمت میکنیم و تاج سر کرده میگردیم. رحمت برایشان، زاد و روزشان مبارک باشد. البته حاضر رخساره خاله پیش از همه خوشیده یکتا امروز پدر مهربان تبریک میکنیم. بعد از آن از امروز مهمانان میشنویم. مرحبا. السلام علیکم پدران. اولو خوش آمده به درگاه من. باباش من امروز 60 بعد دیر آمدن، سری فرزندانشون به ساک و سلامت گردن، عمری دراز بینم. به همین خوش آمده همه اکلون به درگاهی من. رحمت سلامت باشم. رخساره خاله چخلی که در خاندان احمد جان عزیز مهمان شده بودیم، گفتیم که یک عکس تیار کردیم رسمی. چخلی باشد خود سوال داده بودیم من در خاطر باشد اگر حاضر اینجا به همون چیزی از سورپرایز میکنیم. گفتیم اینها گفتن که نه، رسمی پدر مادرم حقانی هست، خانه بعد بسیار هست. بیاید یک رسمی عاشقانه را، یک رسمی بسیار هم زیبا تیار کنیم که هم تو بینیم اگر رمز محبت باشد. گفتن اینگاش رسمی شمایان نه، رسمی کی باشد؟ رسمی کی باشد؟ یا جمعونی خودشان باشد؟ میبینیم ما یک جایی حاضرت کرسک میزنیم. مرحمت نشانایتی رسمهای میسپاریم، عکسهای زیبایت مبارک باشد. رسمهای جوانی اشان بگذار انم خیلی جوان و برنادل شده گردید. الها از صفی دوستان کم نشده، فقط شکوهی انم خیلی خاندان ها شده گردید. مرحمت دستگوی زیبای برای رخسارایتی میسپاریم. مبارک باشد. امروز روزی خورسندی مبارک. مبارک باشد. اماجان عزیزی خاندان السلام علیکم. در یک بعضم دیر مانده آمده بودید. امروز شعرهای از یاد کردید. حقی دادرتان با شرکت تبریک میکنید. امروز روزی خورسندی است. مرحبا. السلام علیکم دادران عزیز، خواهران مهربان. من امروز فرزند عزیزی پدرم حید 60 سالش ایستاده است. به اینها صحت، سلامتی، عمری دراز با همراهی کلین خوشه پیر شوند و حضوری فرزنده بینند.
همه وقت در روزای نیک در روزای مراد همدیگری هم نبینیم. صحت سلامتی بر دوام آرزومندم. همه هاتون به همین خیل روزای نیک به همین خیل خوشبختی ها لایق شده به حجه ها رفتن رو نصیب روزی کنه. هم هاتون الهی همه وقت صاف و سلامت باشید. خوش آمدید با اعتباراتون. رحمت سلامت باشد، مبارک باشد. همه جان عزیز در اینجا میبینیم پدر عزیزی خانقانه شامسلطان هستند که اینها چنین جوان گشتن. حالی در اینجا بابا جان عزیز هستند. ابراز روز خرسندی مبارک. حالی 92 به در آمدین بگذار ایخیل جوانیتان باشد و 120 سالگیتان آماده شما خیلی تبریک کردن گیریم. حاضر وقت خوشحال کرده دعا میکنیم که انای فرزندان مانند شما پیر شوند. یکی از آن بر مردانی دهه‌ای میراقل زمین گردن و مانند شما دمی پیری رو بینن. مرحمت دعا کنید. همه روزای یک بگردن. حیات روزی 60 سالگیش بود. تبریک میکنیم. من صد بدارم. اول ساق و سلامت گردم. رحمت سلامت باشن. تبریک میکردگی ها باشن اگر خوش خدا شما. من 60 سالگی هوا ساق باشن سلامت باشن. هوا ساق کردن حضوری بالای چکاشی نبودن. سلامت باشید. والله بچه 60 سالگیتون مبارک شده. همه وقت یاش کرده همه خیلی خوش پیر شده. آیتیم کردیم اونا دونتون با فقط توی تماشا شده روزای خورسندی ببینید. خوش پیر شده. چی نیت کاشه نیتکاتون برسه. دکتر جان شما با هم عمره که درست خدمتتون بر رحمت شما. رحمت سلامت باشن. حاضر اعلام میکنیم که مهمون از سرخاندری آماده بودیم. احمد جان عزیز بگذار شما خدا خواهد یک طرز ما میریم نصیب باشد سیانکه قدم به سرخاندری و دهنه و با خودش یک رفتنی البته خاندانی شما با نیز مهمان میشه. موضوعیت شرکت تبریک کنید. مرحمت. السلام علیکم برادران عزیز. امروز روزی زادرودی هم برادرم و هم باجم و هم دوستمان حید ما شما را تبریک میکنیم از دل. الی 60 ساله شوید. عمر عرشوی همون کوهستان ما را تا شما را از ساله شوید. میگن که سخن از زبانی لقمان خوش است. از سخندان خوش است. همه سخندان نیستیم میگیم بنا خاندان همه خوش و خندان در این خاندان همه فیض و احسان بر این خاندان. برای تبریک شما آمدیم همه از دل جان بر این خاندان. باید خاندان و همه وقت خندان باشد توی خانه شود. رحمت سلامت باشن. حاضر یک فرزندان سر میکنن. با فکرم شما شرکت یکم سر میکنید. ثانی خواهران در اینجا نوبت دیگه ایستادین. در بور استادیون شما ایستید. مرحمت. پدرم 60 پدرم اگه شما تبریک میکنم 100 پدرم میگم. Assalomu alaykum mehmonlar. Xush omadedon dadajonim, bijonim dar go'sham ba. Dadajon sad badare. Vaqti mo ba sog' salomat kardi. Assalomu alaykum mehmonon. من از نام خودم و از نام اهل اویلا پدرم و مادرم رو از تک دل تبریک و مبارکباد نموده الهی 60 ساله شوم خوش پیش شوم همه وقت صحبت و سلامت کردم. السلام علیکم مهمانای عزیز. به درگاه ما خوش آمده. امروز
پدر عزیزم 60 به در آمدن الهو 100 ساله شوند 100 به در آن سال پیر شوند حضور ما نبینند بیم که خوشا پیر شوند خوش آمده هم یکاتون رحمت السلام علیکم همدیران عزیز مهمانان گرامی من امروز بهر آن جمع آمدم که زادروزی برادر عزیزم حیدکه رو جشن گیریم این کس امروز بروز به سال 60 مبارک رسیدن الهی 60 همین خیلی بها رو بینم از نام اهل عائله از نام خشتوارها از نام عائله مرادوف با کم صحتمندی سربلندی بخت میخواهم همه وقت با همراه ینگمولایم خوجه پیر شده حضور فرزندان رو بینم همه وقت در حلقه دوستان باشند دعاگوی نبیرگان و فرزندان شده گردند همه وقت روزشان چون همین روزه زیبا باشد روزشان فرخنده باشد رحمت سلامت باشد حاضر هیتمک بنا در اینجا فرزندان شرکت تورتی زیبایی تیار کردیم همراهی مادر عزیز یک جای شده تورت میبریم بعد از آن از زنها از بقنقان سخنهای نبیشان رو میشنویم یک پیش شما نزدیکتر بریم مرحمت کارتا تیار بود بیار کنید نزدیکتر بسیار کنید یعنی بوی جان شما کنی نیت کرده شمهاشو خاموش کنیم کنی بگذاری 120 ساله شو بدو من امروز جشن 60 سالگی خدا خواهد از امروز پنسیونر دفعه حاضر سمیر جان بیرون بود جه زدن گفتن که بابا جانم با رحمت اكو امروز من از دفعه برآمدن پنسیه برآمدن امروز پنسیه جمع کردن گیرن همین 2 سال بعد توی صندوق پر کردن در کار گفتن سمیر جان تو ریخت خندی سنازی در اینجا مادران مهربان هستند در اون بعد اگر علاجش باشد اگر همین طرف اومده تا شرکت تبلیغ میکردن بعد از آن خرسندی کم میرقصیدیم یا که درای میپیششون بود مهمان از سرخندری گفتن که بسیار هم شعراش کدی از یاد کرده آمدگی خدا خواهد رفته سرخندری به رکلام میکنن خدا جانی عزیز البته ما نیت کردیم که رکلام کنن اگر رفته شرکت تبلیغ کرده میآییم سرخندری جوش بمین تیجمی همه با سلام رسانید خدا خواهد باز میریم این سفر لیکن مهمانش خانوادگیش ما میریم مرحبا السلام علیکم دوستان عزیز میخوای خواهرای نازنین من امروز روزی 60 سالگی پوچم همه‌تون به خاندان پوچم و خواهر عزیزم رخساره های خوش آمدیدون من از همین فرصت استفاده برده و پوچم عمری دراز میطلبم صحت سلامتی و قطعی خواهرم کشا پیر شوند حضور و حلاوت فرزندهایشان را بینند هیچ وقت پایکشان به خور نخلد همه وقت خوشی خرسندیاشان من همخیلی در سرخان زیبا باشد بهارت به خزان باشد دیارم زمینت دلفشان باشد دیارم الها خاندانی مردمانت به آبادی مکان باشد دیارم دیاری نازنینم ای دیارم تو هستی جنتی روی زمینم همیشه باد مصفا آسمانت خدایا من در آن غباری را نبینم به خواهرم یک شعر دارم من صدقه شوم بنفشه کوهی را
من صدقه شوم خواهری رهدوری را ما یک جا بودیم جنگ و جدل می کردیم حالی می کشیم عذاب رهدوری را با دقتتان رحمت بود چند شعری دارم من امروز ما در اینجا در خاندان حیدکه و دوگانم سورا نشست کرده 60 سالگی حیدکه رو نشانید گرفته ایستاده ایم. من و این اویله عمری دراز، رزق فراز، صحت سلامتی میخواهم اینو کوشه پیر شده حضور و حلاوتی دخترکاشون فرزنداشون رو دیده نبیره عبیرها رو با مهر و محبت کلام کرده و آرزوهاشون رسند. من میخواهم که همه وقت در خانه دوگانه و حیدکه همین خیل روزای خوش همین خیل دوستا همین خیل آدم اومده همین خیل باشینیم با یکدیگر بخوری کنیم. برای دقتتون رحمت فقط تنجی و آسایشتگی باشد. خوشا پیر شوید حیدکه ساعت بدره دیگون السلام علیکم مهمانکای عزیز پدر مادرکا خواهرکا همه یکاتون در این روزی پیروز این روزی دیرجی اکون 60 سالگی یوبیلی همه یکاتون خوش آمده حید پاچو صد بدریم هم خدای من هم پاچوی من هم این دادریه باش همه یکاتون خوش آمده خوش پیر شوند 100 ساله شوند. سلام علیکم میمانان گرامی اولا خوش آمده و درگاهی حید پاچان و رکسارال امروز پاچان 60 ساله شدن الهیم 100 ساله شدم پس از اون پیر شدم الهیم اینها یک جای خوش پیر شده غم و درد دنیا رو نبینم اما وقت هم خیلی روزای نقص و جمع شده یک جایش رحمت بده. شما در مهمه گویتون رو پاچم ساعت بدرم گویتون رو کنید خوشم پیش شوید. من امروز چیزی تولدی پاچم لیم ساعت بدرم صاف سلامت باشه رخصار کتی خوشه خری کنن حضوری حلوتی فرزنداشون لیبری باشون بینن صاف سلامت باشه. منم در صحبت‌های در تکلیف‌های همینو منم خطی خیربا کتی رو سرنگه ایلایم 100 ساله شوند نوره کار کلون کرده دخترها بخلی شده گردن همینو خوش خرسن همه وقت خرسن باشن ایلوی به یکی بروتون رحمت سلامت باشن. اکنون مادران عزیز یک جای بیرون بار اومده در این باد و هوای بهاری یک جای خرسندی کرده میرقصیم خوشنود میکنیم در آمدی نوروزی عجم در گذشته 8 مرد همش یک جای میکنیم خرسندی کرده باز میبرزه را دوام میدهیم کدی رفتیم مرحمت شما ده هم میخوام کردیم
Fatma
Thank you.
Should I?
در این خیل باد و هوای بهاری، در این خیل آب و هوای بسیار هم فارم و کوهستانی. امروز ما در دهه میرانپور زمین مهمان بودیم در خانواده هیتمک که یک لحظه های بسیار هم پر از فراغتی را، پر از خرسندی را پیشکش شما کردیم. دوستان عزیز، این بود یک لحظه های بسیار هم تاریخی و خاطرمان که در زرورقان تاریخ که با نام کتاب شهنان است، با صحیفه آن را با عکس های زیبا و روزهای خاطرمان پر کردیم. بگذار این خیلی بزم های زیبا زیاده باشد، آن کتاب صحیفه هایش به آخر باشد و هر بار آمده پدر مادر نزدیکان شما را تبریک گویم. در این خیلی بزم های زیبا و خرسندی، در این خیلی روزهای خوشبختی البته برای شما خاطر رسان میکنیم که کمپانی شهنان، شبکه شهنان همیشه با شما هست و آن لحظه های شما را همراه خود در آن زرورقان تاریخ مهر میسازند. برای دقتتان رحمت. در هر کجای دنیا که باشد خود را احتیاط کنید. سلامتی پیش از همه. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی
همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روزی شما در زندگی خوب و خوشترین روزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن پیروزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک